السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. اگر از ما پرسید ما هم شکرانه خدا خوب هستیم. امروز دوستانی عزیز خواستم به شما کمتر ولاگ سنیمت کنم. در اینجا من کمتر نان و کلچه 2 قوی شکر ایستادم. برای همسایه یک همسایه تاجیک داشتیم، تولد کردند. برای همونا رسمی خوبی تاجیکان را در غریبی هم میکنیم ما دوستانی عزیز. ولاگ ما را تا آخر تماشا کنید، امیدوارم به شما معقول می شود. اکنون کلچه ها را حاضر راست کرده کمتر میمانم دم گیرد. دوستانی عزیز از همه شما منت دارم، اپه ها و خواهران عزیز که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید، کامنتاری های خوب می نویسید. از همه تان منت دارم. همه شما که هستید کانال های ما پیش رفته ایستاده است. دوستانی عزیز خدا از شما راضی باشد. اکنون حاضر من این کلچه ها را پخته میگیرم، باز به شما نوار میکنم. تا آخر ویدیو با ما باشید. اپه ها و خواهران عزیز خواستم به شما یک چیز را گفته گذرم. راست گپ خیلی خرسند شدم. روز 2 اپریل بود. به من انمی خیل سبشینی گسیل کردند که ما پین کد شما را گسیل کردیم گفته. راست گپ خیلی خرسند شدم. باز روز 4 با این پرابلم های یوتیوب را بینید خیلی زیق شدم. نمیدونم گرفته میتونسته باشم نمیتونسته باشم پین کدم را.
در اینجا نوشته که تیچینی 37 گرفته میتونی گفتگی راستیگه ممکن تا آخری ماه بیاد جدت کرده استادیم. در اینجا باز کمتر پیتزا تیار کردم. اگر ولاگ ما به شما معقول شده باشد دوستانی عزیز لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. از همه شما می‌ندارم. باز یک بار دیگر